یادگار برادرم، اینجا مزارهایی برپا می شود، پرچمهایی برپا می شود و تا روز قیامت زائرانی می آیند و بابات حسین را زیارت می کنند. زینب رو می کند به یزید: فکد کیدک وسع سعیک و ناصب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید تو نمیتونی ذکر پیغمبر را محو سازی، چون این ذکر یعنی نور الله. خدا در قرآن وعده داده است: والله متم نوره ولو کره الکافرون یا مشرکون. در برخی از آیات دیگر نمیتونن خاموش کنن. متوکل عباسی یکی از سرسخت‌ترین دشمنان اهل البیت و ابی عبدالله 17 مرتبه قبر حسین را خراب کرد، ویران کرد. 17 مرتبه، اما نتوانست مانع و صدی در مقابل زیارت ابی عبدالله حسین باشه. مالیاتی را قرار داد، هزار دینارها را قرار داد، اما مردم میرفتن. اعلان کرد هر که میخواد زیارت حسین بره باید یه دست را بدهد، از 10 تن یکی باید به اصطلاح داوطلب بشه، تبرع کند. باز هم عاشقان حسین دست در راه ابی عبدالله. همین کربلایی که امروز بعضیها درش شبهه میگیرن، خوب باید دقت فرمایید، باید فکر خود از شبهه ها پاک کنی. دستها دادن، پاها دادن، سرها دادن، اما نتوانستن مانع زیارت ابی عبدالله. ببینید یکی از عجائب زیارت ابی عبدالله الحسین، مکه خانه خدا که واجب انسان یه بار بره، همچون نماز اگر مستطیع باشه من استطاع الیه سبیلا، اگر نرود عذری نداشته باشه روز قیامت خدا او را مخیر میکند، یا در صف و ردیف نصرانی ها یا یهودی ها. واجبه مثل نماز، ترکش حرامه در حالت استطاعت حج خانه خدا. اما شارع مقدس، فقه مقدس ما میفرماید اگر مانعی برای انسان شد، پول داره، صحت داره، راه خطر است، علما میفرمایند واجب نیست، تو مستطیع نیستی، سر جای خود بنشین تا وقتی راه امن و امان باشه، به جز زیارت ابی عبدالله. لذا اومدن در زمان متوکل خدمت امام عسکری سلام الله علیه: یا ابن رسول الله، راه خطر است، دشمن داره میگه دستها سرها را در راه زیارت. حضرت فرمودن بروید ادامه بدهید این زیارت. این کلام حضرت چون معصوم است حجت است بر مردم، و الا آقا میفرمود که نه، دست نگه بدارید چون راه خطر است، کسی زیارت نره. اگر نرفته بودن دستها سرها در راه زیارت حسین نداده بودن، امروز هیچ احدی به سوی زیارت ابی عبدالله الحسین نمیرفت. این خصوصیات ابی عبدالله الحسین است. یکی دیگر از خصوصیاتش، هر مرقدی که انسان مشرف می شود مستحب است اول که می رسد چون چهرهش، البته اون زمانها حالا که دیگه هواپیما و قطار و مرکب و امثال اینها دیگه این حالت نیست، ولی باز هم این آداب ادامه دارد. اول برود هتل به اصطلاح آبتنی کند، غسل کند، خود را معطر کند، بیاید به سوی زیارت امام رضا به فرض مثال. غسل آداب حرم، دخول الحرم، حرم خدا باشه، حرم پیغمبر باشه یا معصومین دیگر. به جز ابی عبدالله همین که انسان رسید با اون حالت غبار، شعث غبر، میفرمایند برو به زیارت حسین. حسین همین حالت از تو دوست داره. ذرات غباری که رو بدن زائر حسین است نجات و برات آتش جهنم است، نجات از آتش است. چرا میفرمایند اگر زائر حسین اومد برو او را در بغل بگیر. ذرات این قدم زیارت ابی عبدالله، این غبارها معمولا رو کفنها رو میریزن. به این عقیده ما روایت‌های فراوان داریم. عرض کردم مقداری وقت تنگ است و الا بحث خیلی دامنه دارد. 2-3 تا روایت از امام صادق سلام الله علیه خدمتت بخونم، جهت اونهایی که میگن نه حالا دیگه راه خطر بمبگذاریه، خصوصا در مسئله 40 کسی به زیارت حسین، این کار دشمن است، هوشیار باشید.
میخوام مانع بشه. این زیارت میلیونی خدمت ابی عبدالله بسته نمیشه. یقین داشته باشد دشمن، هرچه دشمن اراده میکند مردم میکشد، بمبگذاری میکند، سال به سال زوار ابی عبدالله زیادتر، میلیون ها از 10 میلیون تجاوز میکند روز اربعین. اینها عشق عزیزان که روایت امام صادق میفرماید، من سریع بخونم خدمتت: من اتا قبر الحسین سلام الله علیه عارفا بحقه کان کمن حج ما اتحج مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اونم حج با پیغمبر. دوم، من خرج من منزله، از اینجا اراده میکنی اربعین میخوام برم زیارت حسین، یرید زیارت قبر الحسین سلام الله علیه ماشیا. این روایت مشایه است به اصطلاح. بعضیا شبهه میگیرن ما کجا روایت داریم که انسان 85 کیلومتر از نجف تا کربلا یا از بصره. از یکی عزیزان پرسیدیم، به ما گفت شما چند روز راه میرید؟ گفتیم 1 روز و نیم. بهش گفتم شما؟ گفت ما 19 روز داریم راه میریم. زنهای پیرزن، مردهای پیر، بچه های خرسال و قنداق در این مشای انسان میبیند، واقعا اشک میریزد. ما در مقابل اونها هیچ نیستیم. 19 روز داره راه میره. برای چی؟ کسی بهش پول داده، هدیه داده، وعده داده، منصب داده؟ آری، حسین به او وعده بهشت داده. چون هر کسی به هوای حسین برود حتما حسین در دم احتضار و مرگ به سوی او می آید و سرش را به روی دامن می گیرد، چون شهدای کربلا. من خرج من منزله یرید زیارت قبر الحسین سلام الله علیه ماشیا، پیاده روی، کتب الله له بكل خطوة